من فقط یک نمونه از دروغای ایشون رو نشون میدم، چون بعضیا پیام فرستادن که شما چرا زنگ نزدید به برنامه ایشون باشون مناظره نکنید. اولا ایشون در سطح حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان نیستن که چون ابوالقاسمی تلفنچی شبکه ولایت است. دیدید که روز یکشنبه 2 هفته پیش که من زنگ زدم ایشون به عنوان تلفنچی گوشی رو برداشت و وصلم نکرده، تلفنچی بیورزه. ثانیاً یکی میاد دروغ میگه. بیننده این مرض این آخونده‌ست، نمیدونم با اینو چیکار باید کرد. طرف میاد دروغ میگه با وقاحت، با بیشرمی، بی‌حیایی دروغ میگه. چیکارش میخواید بکنید؟ الان من یک کلیپ همین که برادر عزیزمون نمیخواستم پخش بکنم چون یعنی نیازی نمیبینیم که از بس دروغ‌ها اینا زیاد است، همه برنامه رو اختصاص بدیم به چهره‌های نحس اینها. منتها این یک نمونه ای از دروغ‌های ابوالقاسمی است که تو همین متصل بعد از اینکه برنامه ما تموم شد برنامه شروع کردن. زنگ بزنید، زنگ بزنید. بیارید قزوینی رو در کنارتون بشونید، برنامه زنده بگذارید، بعد ببینیم که آبروی کی میره در جلوی بینندگان. این هم کلیپ ابوالقاسمی است. بعد ببینید با چه قیافه های حق به جانبی دروغ میگن که هیچ بیننده شک نکنه. آقا تو کتابش یه روایت هست خدا دست داره. خب دیوانه، در قرآن هم هست خدا دست داره. اما اهل سنت همشون غیر از شما سلفی ها، اما اهل سنت همشون غیر از شما سلفی ها، اما اهل سنت همشون غیر از شما سلفی ها. دقت کردید؟ میگه اهل سنت همشون غیر از شما سلفی ها. 3 بارم این جملهش رو تکرار گذاشتیم که ذهن نشین بشه برای بینندگان. ببینید که چی میگه. و شیعه ها اعتقاد دارن تمام چیزهایی که ظاهرش تجسیم است باید چی بشه؟ تعویل بشود. اما شما این رو قبول ندارید. به عنوان مثال من برای عزیزان چند تا عبارت بیارم از علمای اهل سنت. متن عقیده طحاویه دیگه همه این کتابو میشناسن. بله. بیان و عقیدت اهل سنت و جماعه، امام ابی جعفر طحاوی حنفی، متوفی 321. ذکر و بیان عقیده اهل سنت و جماعت مذهب فقها ابی حنیفه، ابی یوسف یعقوب ابن ابراهیم، حسن شیبانی. بعد میاد تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات. خدا عضو مثل دست، پا، دماغ، گوش و دیگر اعضایی که وهابی‌ها قبول دارن نداره. الکی خودتون رو به اهل سنت نچسبانید آقایان وهابی. بله. خب اولا یعنی یک تلفنچی یک شبکه بلند میشه مثلا به حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان میگه دیوانه. این که این دیگه فرهنگ آخوندی است. ما همین کلمه رو در مورد خودش استفاده میکنیم، دیوانه. اولا کی تو رو نماینده اهل سنت قرار داده که تو بگی اهل سنت و شیعیان؟ ثانیاً اگر مرد هستی، غیرت داری، جرأت داری، من یک دروغ از اون برنامه تو دارم پخش میکنم. اینم لحظات پایانی برنامه است، 5 دقیقه مونده به انتهای برنامه. بیار مصادر اهل سنت رو، ائمه مذاهب اربعه اهل سنت رو که تعویل کردن این چیزها رو. ثانیاً وقتی که این متن رو در اینجا نشون میده، دوستان عزیز این متن رو اینجا نشون میده، کاملا این عقیده اهل سنت است. خداوند پاک است از حدود و وقایات و ارکان و اعضا. اعضا همون دست، پا، یعنی اون دست، پا، چشم، گوش، اون چیزایی که ما انسان ها داریم. من در جواب این آخوند نه میرم سراغ کتاب محمد ابن عبدالوهاب، نه شیخ الاسلام ابن تیمیه و به اصطلاح علمای سلفی و اینا هیچ کار ندارم. میریم سراغ کتاب
مذهب حنفی، یکی از مذاهب اهل سنت، که ببینیم که اعتقاد علمای احناف در مورد این دروغه که این آخوند شترمرغ میگه چی است. میریم اول ابن ابی عز حنفی در شرح عقیده طحاویه در این مورد چی میگه. این شرح عقیده طحاویه است، ابن ابی عز حنفی، اینم صفحه دومش. اینجا همون متنی رو که اونجا نشون داده از متن عقیده طحاویه، در اینجا شرح میکنه ابن ابی عز حنفی. و اما لفظ الارکان و الاعضاء و الادوات فيستدل بها النفاة على نفع بعض الصفات الثابته بالادله القطعیه. میگه اینا با این در مورد لفظ ارکان و اعضا و ادوات دلیل میارن بعضی که صفات الله سبحانه و تعالی رو نفی میکنن در حالی که ثابت شده با دلایل قطعی، کل ید مانند دست، والوجه و صورت. قال ابو حنیفه رضی الله عنه فی فقه الاکبر له ید، الله دست داره، و وجه صورت داره، و نفس داره، کما ذکر تعالی فی القرآن، چنانچه در قرآن ذکر کرده. و من ذکر الید والوجه والنفس فهو له صفت بلا کیف. این صفات بلا کیف است. یعنی چی؟ وقتی که میگیم دست داره، شما بینندگان مستقیما به دست خودتون نگاه میکنید، یعنی خدا اینطوری دسته؟ تعالی الله. الله سبحانه و تعالی مثل دست من دست نداره، مثل دست تو دست نداره، اما دست داره. این صفتی است که ثابت شده در قرآن کریم که حالا دلایلش رو براتون میارم. وجه داره، صورت داره، اما مثل صورت من و تو نداره. نفس داره، مثل نفس من و تو نداره. این صفات الله سبحانه و تعالی است که با دلایل قطعی قرآن ثابت شده. شیعیان و منکرین صفات الله سبحانه و تعالی اینو نفی میکنن، اما این وقتی که اینجا میاد میگه که اهل سنت هم اینو تعویل کردن، دروغ میگه. من حالا اینو از فقه اکبر براتون نشون میدم. ولا یقال، مثل که شیعیان چی میگه؟ میگه اینجا میگه ید که هست، ید یعنی قدرت. امام ابو حنیفه چی میگه در فقه اکبر؟ میگه که ولا یقال ان یده قدرته و نعمته. نباید گفت که ید خدا قدرت و نعمتش است، لان فیه ابطال صفه، که در اینجا ابطال صفت الله سبحانه و تعالی است. انتها. تا اینجا از فقه اکبر نقل میکنه. بعد قال تعالی دلیل میاره برای دلایل قطعی که در اینجا ذکر کرده امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه. میگه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ای ابلیس، چه چیز سبب شد که تو سجده نکنی به کسی که من با دو دستم خلق کردم؟ الان شما بیاید اینو ترجمه بکنید به فارسی، ید رو به قدرت ترجمه بکنید. ای ابلیس، چه چیز مانع شد که من سجده نکردی به چیزی که من با دو قدرتم خلق کردم؟ درست در میاد این معنی؟ درست در نمیاد. پس تعویل ید به قدرت این باطل است. این عقیده شیعیان و منکرین صفات الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی دست داره، اما دستی که لایق عزت و جلال خودش باشه، نه این دستی که متعارفی که من و تو میشناسیم در این دنیا. بعد دلیل دوم، والارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه. زمین پیچیده شده است در قبضه، در مشت الله سبحانه و تعالی در روز قیامت. و السماوات مطویات، و همه آسمان ها پیچیده شده در دست راست الله سبحانه و تعالی. اما این دستی است که شایان قدر و جلال و عظمت و مکانت الله سبحانه و تعالی است که ما هیچ وقت با دست خودمون تشبیه نمی کنیم. در مورد وجه، کل شیء هالک الا وجهه. در مورد الله سبحانه و تعالی همه چیز نابود شده نیست مگر وجه الله سبحانه و تعالی. و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام، و آنچه که باقی میمانه وجه پروردگار ذوالجلال و اکرام تو است. در مورد نفس، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. بارالله، من آنچه در نفس خودم هست میدانم و آنچه در نفس تو هست نمیدانم. و قال تعالی
کتب ربکم علی نفسه الرحمه، الله سبحانه و تعالی بر نفس خود رحمت را نوشته است. این مطلبی بود که در اینجا خدمت شما عزیزان از کتاب شرح عقیده طحاویه نشون دادم. حالا شاید بگید متن چرا نشون ندادید، شرح چرا نشون دادید؟ خب این شرح به اصطلاح تفسیر امان متن است، اما ضربه کوبنده بر فرق حجت الاسلام ابوالقاسمی، این دروغگوی مکار، شاگرد چوپان دروغگو، که همین مطلب رو دوستان از کتاب فقه اکبر آوردن. کتاب فقه اکبر کتابی است در عقیده از امام اعظم ابی حنیفه نعمان ابن ثابت الکوفی رضی الله عنه. این کتاب هم در سال 1342، یعنی چیز تقریبا حدود میشه گفت 100 سال کمتر پیش چاپ شده. این چاپی که ما داریم در صفحه 6 در مورد همین قضیه ببینید که چقدر واضح و آشکار امام اعظم رضی الله تعالی عنه میگه وله ید و وجه و نفس، الله دست داره، وجه داره، نفس داره، کما ذکر الله تعالی فی القرآن، چنانچه که الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده. فما ذکر الله تعالی فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا کیف. آنچه که الله سبحانه و تعالی از صفات الله سبحانه، مثال ید و نفس و وجه، این چیزا در قرآن ذکر کرده، این صفات الله است بلا کیف، کیفیتش معلوم نیست، داره این صفات را، اما آنچه که شایسته ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است. ولا یقال، ببینید اینجا میزنه امام حنیفه با مشت محکم به دهن قزوینی و ابوالقاسمی، این آخوندهای بیشور قم، که تهمت نزنید به اهل سنت، تهمت نزنید به مذهب حنفی، خجالت بکشید یک کمی. میگن ما شیعیان و اهل سنت تعویل میکنن. امام حنیفه در مورد تعویل چی میگه؟ ولا یقال ان یده قدرته او نعمته، نباید بگی که دست خدا قدرتش است یا نعمتش است، لان فیه ابطال الصفه، چون در این تعویل ابطال صفت الله سبحانه و تعالی است. و هو یقول اهل القدر والاعتزال ولكن یده صفته بلا کیف، ولكن دست الله سبحانه و تعالی صفت الله سبحانه و تعالی است که شایسته ذات اقدس الهی است. پس آقای ابوالقاسمی، برنامه‌ای که گذاشته بودی سراسر از این دروغا بود. دروغ دارید میگید در روز روشن اهل سنت و شیعیان تعویل میکنن صفات الهی رو، غیر از شما سلفی ها. خب بی شرمی بی حیا، دروغ میگید، لااقل یک چیزی بگید که مردم، یعنی چیزای واضح و آشکار. ای کاش کتاب فقه اکبر نباشه در بین مسلمان ها، ای کاش عقیده طحاویه نباشه در بین مسلمان ها که کسی حرف اینا رو قبول بکنه. کل اعتقاد اینها در این موضوع همین است. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده و اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابودشون بکنه.